من مطمئنم آمون همینجاست. از اینجا بیرون نرفته. آمون به آسمان عروج کرد یا درون چاه سقوط کرد؟ جناب هورنبوب، اینان را به زندان زاویرا ببرید تا بعداً محاکمه شود. نفرین بر تو آمون، نفرین بر تو آن اخماهو که هزاران سال ما را فریب داده. چگونه به خود اجازه میدهد که این گونه یاوه سرایی کند؟ امروز را باید جشن گرفت و شهر را آذین بست. من امروز را روز پیروزی یکتاپرستی بر بتپرستی می‌دانم و این پیروزی را به پیامبر خدا یوزارسیف تبریک می‌گویم. از شما نیز سپاسگزارم فرمانده هورنبوب. شنیدم که این حادثه را بسیار مدبرانه فرماندهی کردید. آفرین. دستور می‌دهیم از امروز نام آمون از همه سنگ نوشته های قصرها و معابد پاک شود و به جای آن نام آتون خدای یکتا حک شود.